نرید سراغ گشته. به من بگید الان رفتید توی مهمونی، یه دختر خانمی به شما نگاه میکنه و لبخند میزنه، شما چرا نمیرید جلو؟ اگر از او شما هم خوشتون میاد یا به دنبال یه دوستی هستید، چه اشکالی داره که برید باهاش صحبت کنید؟ آره من مشکل مثلا همینه. الان مثلا تو این چند ماهی که دانشگاه میرم و اینا بوده، مثلا شرایطی توی اتوبوس که مثلا میرم شهرستان میرم دانشگاه میام، مثلا تو اتوبوسی تو جایی دیدم مثلا یه دختری دیدم مثلا خندیده، مثلا صحبتم شاید خودش شروع کرده، مثلا کتاب مثلا فیزیولوژی پزشکی داشتم میخوندم، مثلا اومد سر با صحبت کتاب باز کرد مثلا. ولی بعد یعنی خودم این ذهنیت دارم که چه خوب میشه همون لحظه اون این فکر میکنم که مثلا باهاش رابطه دوستیم برقرار کنم، مثلا شماره رد و بدل کنیم فلان، ولی نمیتونم، یعنی یا روم نمیشه یا همینجا گرفتاری. نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. شما این درست است که همه ماجرا رو ول کنیم، مثلا این داستان تعریف کنیم بعد بگم آقا این تیر رو کی شلیک کرد اینجا رو شلوغش کنید. نه، رو نمیشه. یعنی چی رو نمیشه؟ معناش باورهای شماست که مسئله ماست و یکی از همش بدتر. شما فکرای بد راجع به این دختر دارید، به همین خجالت میکشید. من وقتی راجع به شما فکر بدی دارم، کار بدی میخوام بکنم، خب معلومه چشم به چشم شما نمیرزم، من پیش قدم نمیشم. خب اینا خطره. یعنی حرفی که شما من میزنید و الا شما به عنوان دو تا انسان میخواید با مرسه. گفتم یادتون باشه توی جامعه بسته‌ای هستید، توی جامعه هستید با باورهای اصلا نه تنها غیر واقعی، حتی غیر اخلاقی انسانی تا مرز بیماری. اینا رو میفهمم و بنابراین اونجا مسئله شماست و در نتیجه شما یه تصویر و تصوری دارید از مثلا مردی که وقتی که با زنی حرف میزنه قصدش سوء استفاده از اوست. خب معلوم آدم خجالت میکشه، معلوم آدم وحشت میکنه، مثلا میخواد بره دزدی کنه. ولی اگر یه روزی شما این فکر استفاده و سوء استفاده رو نکنید، چه دلیل داره که با یه دختر خانمی که خواسته با شما سر صحبت باز کنید صحبت نکنید یا شما تلفن رد و بدل نکنید؟ اگه فکر بد ندارید، اگر نیت بد ندارید، ببینید اینا مسئله است. من احساس کنم مثلا اگر به همین مثلا به فرض مثال که زده همین دختر من میخوام به شماره بدم، احساس کنم که فکر میکنه تو پیش خودش، حالا با توجه به اینکه تو این مملکت هم زندگی میکنیم که مثلا این طرف حالا چون که من سر صحبت باز کردم میخواد حالا شمارم بگیره و فکرهای بدی تو ذهنش. آخه عزیز، آخه ببین تو فکر بدی تو ذهنته. بله اون اصلا عاشق ایده، اون فکرهای بده. حالا چی میگی؟ اصلا اون دوست داره که شما فکر بد راجبش بکنی. والا خب پس چی شد؟ پس ببین عزیز، موضوع تویی. این ترمز رو تو برای خود درست کردی به خاطر باورها و اعتقاداتت. متاسفانه عرض من درسته. به همین جهت است که در یه جامعه مانند امریکا که بچه‌ها فکر نمی‌کنن پسر داره از دختر استفاده و سوء استفاده میکنه، چه فکرایی تو کلشه، میخواد چگونه گولش بزنه، فریبش بده، نمیدونم بعد رهاش بکنه، فریب خورده و رهاش از این پرت و پلایی که ما تو فرهنگمون رواج داره نمیگم. بچه‌ها برای حرف زدن با هم بیشترشون 95% مسئله و مشکل ندارن، ولی تو ایران ما داریم. تا اینکه بعد از اون متوجه بشید این چنین نیست موضوع. به همین جهت که با یکی صحبت کنید عزیز. یعنی من عیب و ایرادی تو شما نمیخوام ببینم، ولی میخوام بهتون بگم چرا این کارو میکنی. یعنی به همین جهته که من اصلا قبول ندارم شما به دلیل درس یا موسیقی سراغ دختر نرفتید. شما به خاطر اینکه نظر بدی راجع به ارتباط زن و مرد دارید. ببینید ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم یا شماها میکنید که مثل که زن و مرد اصلا انسان تنها تعریفش جنبه آلت تناسلیشه و ولش هم که بکنی روی هم میفته. خب پس باید جداش. آخه شما اصلا نگاه کنین به این ذهنیت.